مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان خبر داد که 13-14 ایول سال روان 347 نفر ساکنان قرغیزتبار دهه اندمین ولسوالی و خون ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان از جمله 91 مرد، 77 زن، 177 نابالغ برای حفظ جان خود از گروه‌های مسلح حرکت طالبان خط سرحدی دولتی را در منطقه جماعت دهات قزلرباط نویه مرغوب عبور نموده وارد جمهوری تاجیکستان شدند. هنگام گذشتن از سرحد دولتی 2 نفر نابالغ تا 2 ساله فوتیدند. همچنین به گفته مرزبانان تاجیک هنگام وارد شدن به مرز تاجیکستان از این گریزه ها بیش از 3.5 کیلو مواد مخدر نیز یافت و مصادره شده است. سردبانان تاجیک با رویه پرینسیپ انسان دوستی و رابطه نیک همسایگی به گریزگان اجباری افغان برای واردشوی به قلمرو جمهوری تاجیکستان اجازه دادند. گفته می شود در اطلاعیه عین زمان گریزگان افغان در موضعهای چاشتیپه و جودوک جماعت دهات قزلرباط نویه مرغوب قرار داشتند. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان قبلا خبر داد که نیمه دوم روز 13 ایول ساعت 16:00 77 شهروند ملکی افغانستان از جمله 26 مرد، 20 زن و 13 خردسال که اساساً ساکنان قرغیزتبار دهه اندمین ولسوالی و خون ولایت بدخشان افغانستان می باشند از ترس تعقیب طالبان و برای حفظ جان خود خط سرحدی دولتی را در منطقه جماعت دهات قزلرباط نویه مرغوب عبور نموده وارد قلمرو جمهوری تاجیکستان شدند. با این وجود مرزبانان تاجیک میگویند وضعیت در منطقه ذکر شده مرز دولتی تاجیکستان و افغانستان تحت نظارت پوره سرحدبانان تاجیک قرار دارد. در کمتر از یک ماه آخر جنگجویان حرکت طالبان قسمت اساسی مناطق هممرز با تاجیکستان را در شمال افغانستان اشغال کردند. این باعث به خاک تاجیکستان فرار کردن بیش از 1500 سرباز و افسر و بیش از 1000 نفر از ساکنان ملکی افغانستان شد.